سلام، با یه آموزش دیگه تو کانال یوتیوبمون در خدمتتون هستم. این آموزشی که میخوام بدم آموزش این 6 سلی های خوشگلمون هست که ما میتونیم این رو ادامه بدیم و یا اینکه من این رو دارم میبافم برای فرشینمون که به همدیگه وصل میکنم. حالا اگه میبینید این یکی کوچیکتر از اونه، این یه رنج کمتر بافتمش و اینو حالا دوباره یه رنج دیگه براش میبافم. میتونید به تنهایی این رو ببافید و مثلا به عنوان یه فرشینه ازش استفاده کنید و میتونید حالا اونجوری که من میگم به هم دیگه وصل کنید و یه فرشینه خیلی بزرگی درست کنید و میتونید هم به عنوان چیزهای دیگه ازش استفاده کنید، با یه نخ ظریف استفاده کنید برای روی میزتون و به همون صورتی که من میگم به هم دیگه وصلش کنید. خب الان من شروع میکنم بافتش که خیلی هم راحته. خب همون جوری که شروع میکنیم یه حلقه، یه زنجیر من میزنم به عنوان شروع کارمون. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. حالا اینو حلقه میکنم. چجوری حلقه میکنم؟ برمیگردم تو اولین زنجیره و این رو یه بست میزنم. حالا به عنوان اولین زنجیرم من 3 تا زنجیر، به عنوان اولین پایه بلندم 3 تا زنجیره میزنم و میام 2 تا پایه بلند دیگه در کنارش میزنم. این میشه با هم دیگه 3 تا پایه بلند. در همون حینم این نخ رو گرفتم که توی بافتمون ببافم که پیدا نباشه. 2 تا زنجیره میزنم، باز 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. خب باز 2 تا زنجیره. حالا تا دارم میبافم بازم 3 تا پای بلند میخوام ببافم. در همین حین بهتون بگم که قلاب من قلاب 3.75. حالا تقریبا اگر تولیپ ندارید شما میتونید همون 4 رو داشته باشید، قلاب شماره 4 و نخ 4 سوزنه مکرمه جنس پلاستیکه. یا همون نایلون. خب الان این 3 تا از این 3 تا ها ما داریم، باید 6 تا بشه. 2 تا دوباره زنجیره میزنم، 3 تا پای بلند دیگه. 1 2 3 دوباره 2 تا زنجیره. اینجا من یکم سریعتر میبافم که وقت شما هدر نره. 3 تا پای بلند، الان 1 2 3 4 5 2 تا زنجیره دیگه. اگر میبینید که جا نمیشه باید اینو یکم اینجوری بکشیم که بتونیم اون 3 تا پایه دیگه‌مون رو جا بدیم. اینا قلقای که به طول زمان که شما میبافین یاد میگیرین بالاخره اینا رو. حالا 2 تا زنجیره دیگه من میزنم، میام تو 3 تا زنجیره اولم بالای سر اون 3 تا زنجیره یه دونه بست میزنم و شروع میکنم به بافت. اون 3 تا زنجیره اول رو روش 3 تا زنجیره رو میزنم، تو پایه بعدیمون یه پایه میزنم، تو پایه بعدی هم باز یه پایه میزنم. بعد از این یه پایه بلند دیگه هم میزنم. توی همین 2 تا زنجیره یه پایه بلند زدم. حالا میام باز همون 2 تا زنجیره رو میزنم، یه پایه بلند دیگه هم میزنم. این برای چیه؟ برای این یکیه، اضافه میشه به این یکی. باز تو اون پایه ها یکی پایه بلند میزنیم. یعنی اگر بخواین متوجه بشین یه پایه از این ور یه پایه از اون ور، یعنی یه پایه ابتدا یه پایه انتها به اون 3 تا اضافه میشه و در واقع اینا میشن 5 تا. نگاه کنید الان من یکی انتهای این 3 تا پایه، یکی تو این 2 تا زنجیره زدم.
الان ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا ما پای بلند داریم. دوباره 2 تا زنجیره، باز یه پایه قبل از این 3 تا پایه میزنم، دوباره تو اون 3 تا پایه یکی پایه میزنم، باز یه پایه دیگه بعد از اینا، باز 2 تا زنجیره. تا آخر رج من همین کار رو میکنم. باز یه پایه اضافه توی این 3 تا پایه، هر کدوم یکی پایه توی خود پایه ها میزنیم. برای مرتب شدن کارمون این خیلی تاثیر داره. و بعد این پایه آخر رو توی زنجیره ها میزنیم. 2 تا زنجیره دیگه، یه پایه الان اینجا زدم، دوباره توی این پایه ها من باز پایه میزنم. اگر بخواین قلاب 5 هم میتونید یا حتی 6 هم میتونید استفاده کنید، بستگی داره که شما چه جور قلابی، قلاب همیشه درشت‌تر استفاده میکنید یا ریزتر از حدتون. الان 2 تا زنجیره زدم، یکی پایه قبلش، 3 تا پایه بلند، تو هر کدوم یکی پایه، دوباره یه پایه تو آخری، 2 تا زنجیره و یه پایه هم اینجا. الان این رو به اون 3 زنجیره اول وصل میکنم، چون ما اینجا یه پایه قبل از این 3 زنجیره نزده بودیم. یه پایه اضافه میکنیم و این رو به هم وصل میکنیم. خب الان قبل از اون قبل از اینکه این یه پایه رو بزنیم با اون 3 زنجیره ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا پایه بود، الان این پایه رو اضافه کردیم شد 5 تا. خب الان میایم دوباره رج جدید رو که میخوایم شروع کنیم روی این 3 تا زنجیره دیگه میزنیم، دوباره پایه میزنیم، یه پایه، 2 پایه، 3 پایه. اون 3 تا زنجیره هم که زدیم یه پایه حساب میشه، 4 تا پایه. الان یه دونه پایه تو این آخر میزنیم، ببینید 2 تا 4 تا 5 تا. این یه دونه اولش رو که ما نبافتیم یه دونه دیگه هم اضافه میشه و بعد میشه 7 تا. ما چون از اول رج نمیبافیم اینجوری میشه. حالا 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره یه پایه میزنیم اول کار. ببینید اینا هر کدوم 6 قسمت دیگه. این قسمت ها رو ببینیم، یه قسمت، 2 قسمت، 3 4 5 6. خب الان برای این قسمت یه دونه پایه اضافه میکنم، اولش یه دونه هم آخرش. خب این یه دونه پایه اول رو اضافه کردم، تو هر پایه هم یه پایه میزنم، یه پایه هم آخرش تو این 2 تا زنجیره میزنم، باز 2 تا زنجیره رو میزنم، یه پایه اولش اضافه میکنم برای اون یه قسمت دیگه و باز تو این 5 تا پایه میبافم و یکی اولش اضافه کنم، یکی هم آخرش اضافه میکنم، میشه 7. حالا رج بعد باز همینطور اضافه میکنم، میشه 9 تا، رج بعد میشه 11 تا. همین روش رو انقدر میبافیم تا وقتی که دلمون میخواد
مثلا به اون سطح مطلوبی که میخوایم رسیده. الان من اینو نگاه کنید، 1 رج، 2 رج، 3 رج، 4 رج بافتم. یعنی این پایه های رج آخرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تاست. پس من تا 9 تا این رو بافتم و اون 2 تا زنجیره که همش تکرار میشه، یعنی تا آخر ما اون 2 تا زنجیره رو داریم. پس متوجه شدید که این تکرار میشه هی و ما همون اضافه کردن یه پایه اینور و یه پایه اینور 6 بار این کار رو میکنیم. حالا برای وصلش که برای فرشینمون باشه، این رو به مقدار کافی باید ببافیم و یعنی به تعداد کافی باید ببافیم. بعد برای جلسه آینده من اون رو وصلش رو بهتون میگم، یعنی در قسمت بعدی وصلش رو میبینید. امیدوارم که تا اینجای کار تونسته باشم کمکتون کرده باشم و خوشتون اومده باشه. تا قسمت بعدی